دیدی وقتی یه کاریو تا آخرش پیش میبری چقدر حالت خوب میشه؟ چه احساس خوبی نسبت به خودت پیدا میکنی؟ حالا اگه میدونستی حس بعد از رسیدن به هدفت از چه جنسیه، دیگه حتی یه لحظه رو هم واسه رسیدن بهش از دست نمیدادی. هرچی بهونه بود و میذاشتی کنار و بیوقفه شروع به ساختنش میکردی. ولی خب عیبی نداره، آدم گاهی یادش میره این چیزا رو. بهتره اینو بدونی که باید تحت هر شرایطی مثبت بمونی. باید واسه آوردن بهترینا به زندگیت حسابی تلاش کنی. ببین دوست دارن ها، ولی خودشون نمیان. لازمه بری دنبالشون. آره، این خودتی که باید بیاریشون روزای خوبتو. آخه کی بهتر از تو میتونه زندگی تو رو به راه کنه؟ کی بهتر از تو میتونه دونه دونه اتفاقات خوب و واسط رقم بزنه؟ هیچ کس. دیگه وقتش خودتو خوشحالش کنی. وقتش اتفاقات بزرگی تو زندگیت رقم بزنی.